به نام آنکه بودنمان یادی از اوست، به نام خدا. سلام رفیق، خیلی خوش اومدی به چنل من ساجد محمدی ام و اینجام که بهت کمک کنم تا در زمینه توسعه فردی و مهارت‌های ارتباطیت رشد کنی. یه موضوعی رو در اینترنت داشتم سرچ می‌کردم و اون رو نوشتم. میخوام اون رو باهاتون به اشتراک بذارم، البته از روی برگه میخوام بخونم و این خیلی نزدیک به داستان زندگی من و نقطه عطف زندگی من رو در واقع این داستان نشون میده و میخوام از روش براتون بخونم. امیدوارم که باهاش بتونید ارتباط بگیرید. خب با من همراه باشید که بریم که داشته باشیم. میخوام در مورد یک مفهوم ساده ولی فوق العاده قدرتمند امروز حرف بزنم باهاتون که زندگی منی که یه آدم خیال پرداز همیشه برنامه ریزم رو تبدیل کرد به یک آدم عملگرا که همیشه نتیجه ها رو واقعا میبینه. کسی که واقعا عملگرا باشه مطمئناً به نتیجه دلخواهش میرسه. عملگرایی مثل این میمونه به جای گیر کردن توی 1000 تا فلسفه و تحلیل دست به کار بشی و با آزمون و خطا پیش بری. مثل این میمونه که بخوای شنا یاد بگیری، یا باید بپری تو آب و تلاش کنی که یادش بگیری، یا همیشه کنار استخر بشینی و مثل یه تماشاگر تئوری حرکت دست و پا رو حفظ کنی از دور. مگه میشه؟ خب بریم ببینیم عملگرایی یعنی چی و از تعریف شروع کنیم. چطور بتونیم سریعتر از نقطه A به نقطه B برسیم؟ فرض کنین میخواین یک کسب و کار راه بندازیم. آدمی که عملگرا نیست 6 ماه وقت میذاره روی انتخاب اسم شرکت، یا نمیدونم طراحی لوگو، نوشتن یه بیزینس پلن فرضاً 100 صفحه‌ای. ولی آدمی که عملگراست به جاش چیکار میکنه؟ از همین فردا یک صفحه اینستاگرام راه میندازه. اولین محصولش رو با قیمت پایین میفروشه و بازخورد مشتریش رو میگیره. عملگراها اینو میدونن که کامل بودن دشمن پیشرفته. حتما میدونین که اولین خودروی تسلا کلی مشکل فنی داشته. میتونین برین سرچ بکنید. ولی ایلان ماسک به جای اینکه 10 سال دیگه صرف کنه تا یه ماشین بی‌نقص بسازه، اون رو زودتر روانه بازار کرد تا بازخورد مشتری ها رو ببینه. بعد از اینکه بازخورد مشتری ها رو دید، مدل های بعدی رو بهبود داد و این یعنی خود عملگرایی. یه زمانی عادت داشتم هر کاری رو به تعویق بندازم، چون همیشه منتظر زمان مناسب یا اطلاعات کافی بودم. میخواستم وبسایت راه بندازم اما ماه‌ها گیر کرده بودم روی انتخاب قالب و افزونه ها، تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم عملگرا باشم. واقعا دیگه تا کی لفتش میدادم. یه صفحه ساده رو درست کردم و نوشتم در حال ساخت اون بالای صفحه. همین کار باعث شد که اولی مشتریام تماس بگیرن و یکیشون نوشته بود برام چیزی که دارین میسازین دقیقاً مشکل منو حل میکنه. اون روز فهمیدم که عمل کردن حتی به صورت ناقص از ناتوانی در شروع کامل خیلی بهتره. خیلی بهتره. خب بریم سراغ 3 قانون طلایی در مورد عملگرایی. این 3 قانون واقعا من تو زندگی شخصیم به کار بردم و نتایجش رو دیدم. امیدوارم شما هم ازش استفاده بکنید. قانون اول قانون 80-20. این قانون چی به ما میگه؟ 80% نتایج شما از 20% اقداماتتون میاد. یعنی چی؟ مثل این میمونه که 80% فروش محصولتون از 20% مشتریانتون شامل بشه. به جای کمالگرایی رو همون 20% تمرکز کنین. مثلا اگه میخواین کتاب بنویسین هر روز 30 دقیقه بنویسین، حتی اگه بد باشه. قانون دوم قانون 5 دقیقه است. هر کاری که ازش فرار میکنین رو فقط 5 دقیقه بیاین انجام بدین. فقط 5 دقیقه. مثلا فقط 5 دقیقه ورزش کنید یا فقط 5 دقیقه مطالعه کنید. معمولا بعد 5 دقیقه ادامه میدین. این قانون خیلی کمک کرده به من. و قانون سوم قانون پرسش جادوییه. هر وقت گیر کردین از خودتون بپرسین این واقعا جواب داده؟ ساده ترین کاری که الان میتونم انجام بدم تا به هدفم نزدیکتر بشم چیه؟ همین سوال شما رو از تحلیل به وادی عمل میاره و بهتون راه رو نشون میده.
این رو واقعا در خودتون نهادینه کنید. فکر نکنید عملگرایی یعنی بی برنامه بودن. عملگراها برنامه دارن اما همیشه انعطاف پذیرن. عملگرایی به معنای نادیده گرفتن احساسات نیست، بلکه یعنی احساسات رو مدیریت کنی، اجازه ندی که ترس ها تو رو فلج کنن و نتونی ادامه مسیرت رو بری. به نظرم از همین امروز شروع کنید. یه قدم کوچیک بردارید. میتونین پروژه‌ای که مدت‌ها عقب مونده بود رو دوباره شروع بکنید. یا حتی یه تماس تلفنی ساده که مدت‌ها بود می‌خواستید تماس بگیرید ولی امکانش نبود. یادت باشه موفقیت مثل کباب کردن کوبیده یا استیک نیست که همه مراحل رو دقیق و درست بدونی. یادت باشه موفقیت مثل آشپزی میمونه، مثل آشپزی یه غذای جدید. ممکنه اولش بسوزه ولی با هر تلاش میتونی به نتیجت برسی یا حتی نزدیکتر بشی. خب در آخر این ویدیو اگه برات مفید بود ویدیو رو لایک کن و سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید. امیدوارم هر جایی که هستی حال دلت عالی باشه و اینو یادت باشه عملگرایی یعنی زندگی رو از حاشیه به میدان بازی بیاری. به نظرم الان شروع کن. الان وقتشه. تا ویدیوی بعدی بدرود.